ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 12 می سال 2024 از بازداشت و 15 شبانه روز حبس و برای 5 سال از حقوق رانندگی محروم شدن 3 راننده خبر داد که در شهر بختر مست و مست ماشین می‌راندند. گفته می‌شود دوام هفته سپری شده از جانب ناظران راه شهر بختر 3 حالت اداره نمودن واسطه‌های نقلیات در حالت مستی آشکار کرده شد. چنانچه عزیزوف بختیار امانویچ راننده افت تمغه خوندای اونت رقم قید دولتیش 3260-03، پرپی فیضلی میرزو رحیمویچ راننده افت تمغه تویوتا رقم قید دولتیش 4044-03، نظروف ظفر سید مرادویچ راننده افت تمغه مرسدس رقم قید دولتیش 8484-NC01 در حالت مستی دستگیر شدند. در نتیجه نسبت به هر 3 راننده طبق طلبات ماده 332 کودکس حقوق غیرممکنی و مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده مأموری ترتیب داده شده در اساس قرار دادگاه شهر بختر عزیزوف، پرپیف و نظروف طبق مقررات ماده مذکور به مدت 5 سال از حقوق اداره واسطه نقلیات محروم کرده شده. نسبت هر کدامش 15 شبانه روز حبس مأموری تطبیق کرده شد. میلیسای ختلان در حالت مستی اداره نمودن واسطه نقلیات را یکی از دغل‌ترین قاعده ویرانکنی‌های حرکت در آن نامیده از آن اظهار تأسف کرده است که هنوز هم هستند رانندگانی که طلبات قانون را نادیده گرفته در حالت سرخوشی پشت چنبرک فرمان ماشین می نشینند. هر سال بر اثر صدمات در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده و حدود 1200 نفر دیگر معیوب می شوند.